سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صبح بخیر دوستان مهربانه که یک ویدیو میکنم قرضتون نکنه، قرضدارم میکنم پریچوسکا میگه ببینید دوستان عزیز برمت خیلی رو پیش میگن که دوستان سه نوع انگربیدونی نانی و زبانی و جانی، یعنی که به نانی و زبانیش نام بتی هوش بخرم برونه، ولیکن دوستانی جانی رو با دست و با جان در جانش بتی گرمی توانی، یعنی که دوستی جانی هیچگاه از دست دادن در کار نیست. یا مشکلی میشوه یا پرابلمت میشوه پیش برادرت میره، پیش دوستت میره، میگه ای برادر جون 1000 2000 5000 100,000 50,000 بتی من مشکلی حل کنم، بعد خیبو میگردم. دوستی برای همین قروزه میدونی چی میگه؟ ای دوستم همین سوم دوستی اگه میکنه هم طرح مثل جادوگرای فالبینو هستن که فالبینو میگه هم سومت گروندن نمیتونی دوستی منبره های پناه بر خدا نمیتونید سوم داده راست شد 50,000 20,000 رو بولش بودی 5,000 شدی بگو که برادر جون هر خزور میرسه. آخه اگر که تو چی دوستی اگر نیمو زنه چی مثل هم دوستانی زبانی و نانی به دست تو چی خیلی دوستی وقتی من در مشکلی میغلطم تو من یاردم کردن نمیتونی و میگفت دیگه جلوف میزنی من دوست مایه برادر مایه ای برادر پیشی برادر در مشکلی میام میگه سومون بتی حتی دادش نمیتونی ما میگو کیم برادرتم حتی در حالتی تو داری در خونه دمای تای سردی و در کارتر یاموشه ای مردک دوستوی حقیقی دست نتی برای یک کاغذ است به اون خاطر دوستی را جستجو داریم ما در امانی گفتگو داریم ما دوست آن باشد که گیرد دست دوست بوی موی جولیان رو بدن اگر هم شایان رو بدن تلخان میکنم و این شعر گفتگی به اون خاطر دوستان هیچگاه دوستا را از دست نتی دوستی با پیش با اون خاطر دوستی تو با همون فقط زبانی نباشه کمک کنی ای بچه کمک کنی بچه ها التماس از کلمت قرضی دارم ببخشیم یکون برادر زنگ میزنن یا زنگ میزنی یا زنگ میزنن مقصد میگن که برادر همین خیلی مشکلی دارم همین خیلی دستگیریم که بعد مردم ما یه عدد داریم که میگیم که کارش غلطی زنگ میزنن او برادر ترا دوست گفت ترا برادر گفت کارش در برادرش غلطی ده در دشمنش زنگ بزنه در بگناه زنگ بزنه ترا برادر حساب کرده که درد دیش در تو گفته است اولا بر خداوند میگه شکر میکنه و دیم در تو گفته است که ترا آدم قریب حساب میکنه تو سبب همدرد شد تا صبره و صبرم وقتی از خدا میطلبید صبر جمیل بطلبید فاصبر صبرا جمیلا. صبر جمیل چیه؟ توبه نصوح داریم و صبر جمیل داریم. صبر جمیل که خداوند تأکید میکنه فاصبر صبرا جمیلا. صبر جمیل به صبری میگن صبر زیبا که فقط با الله درد دل بکنید، نه اینکه شکایت الله پیش خلق خود